بسم الله الرحمن الرحیم. اسعدی هستم، وکیل یک دادگستری. عرض سلام و ادب دارم خدمت مخاطبین این کلیپ. امروز میخوام در خصوص بند 1415 از ماده 15 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مطالبی رو عرض کنم. در اجرای این بند مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها پروانه شخص حقیقی خود را در اختیار اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها قرار میدن تا از ظرفیت و صلاحیت پروانه اونها استفاده بشه. منتها بعضی از اعضا در قالب قرارداد چنین عملی رو انجام میدن و بعضی از اعضا صرفاً با توافق شفاهی. منتها پس از اتمام قرارداد و آزادسازی